جان حیف شد اکای کنعان به خدا. برای چی؟ غمگین شده است. چرا آخر؟ آخر دوست داشتهاش رو به هجری میدهند. ها تو آن رو میگویی فهمیدم، ولی هجری هم بسیار نادان بود است برادرم. یک چند سال ادومی سلام میدوید، سلام گفته خب حاضر باشد دیونه سیرم. بسیار عیب شد، هجری در نمیزیبد. او کمبودی دارد ولی تو هیچ کمبودی نداری. من چیکار کردم؟ اکای کنعان یک عروس داشت نامش بانو. تو با او عاشق نشده بودی؟ او رو گپ نمیدادی مگر؟ آن زمان که بود عشق بانو و شوکت دست چولاق کنعان نمیکرد حرکت، میگشت در بازار برکت. فهمیدی؟ برو از اینجا. ایتا اول کتابی تاریخ بخون بعد گپ زن حیوان. اینجا کوچه قند 10 سال بوده است. این بدبخت گپتا اونته. تا اول قصه عشق بانو و شوکت بخون، کلت خالی فهمیدی؟ خالی گفته نیست، مرا عصبی نکن. ترم بدبخت خواهر کلتکلس خیلی فریب کردی. بدبخت بیستی مرا نام خرم کردیسه. نام در خاطری ما اومد. اولیا حضرت اک جا اومدی؟ اکا چای بیارم. اگر تو مرا دوست نداری زندگی کردنم معنا ندارد. اکای کنعان الله مردم صلات جنازه بنده مومن. اکای کنعان برای یک دختر این ارزش داشت مگر مغزی سرش پشت خورده باشد. دیوانه مغزی سر نداره. کنعانی معبدی همون؟ اکای کنعان تو نمردی مگر؟ سراغ نیست کن؟ چقدر مردم؟ چی میگویی بدبخت؟ تا عشقم را با سهرمی دیوانه اعلان نکنم مرگ به من حرام باشد. اکای کنعانم این خیلی باشد سیرمی دیوانه تو رو میپراند. با فکر من هم انیق میپراند. اگر مرم هم از دستی سیرمی دیوانه مرم. یا توبه. با ملوی جنازه کن زنگ بزن. اولیا حضرت زکاس داری؟